برای درست کردن تهچین عدس پلوی مجلسی 3 پیمونه برنج رو 3 بار آبکش کنین. به اندازه 1 بند انگشت روش آب بریزین، 3 قاشق چایخوری نمک اضافه و بذارین کنار. 1 پیمونه عدس رو با مقداری آب بذارین تا پخته بشه. 300 گرم گوشت چرخ کرده رو با 1 عدد پیاز رنده شده، نمک، فلفل سیاه و قرمز، زردچوبه، پودر سیر و پودر پول بیبر مزه دار کنید. با کمی روغن مواد رو داخل تابه تفت بدین. 1 قاشق روبرو به همراه مقداری عصاره زعفرون اضافه و تفت بدید، اجازه بدین تا پخته بشه. برنج رو روی شعله بذارین، کمی روغن بریزین و صبر کنین تا آبش کشیده بشه. مقداری برنج زنده تر رو بردارین، به بقیه برنج ها عدس های آبکش شده رو اضافه و هم بزنین. برای تهچین 1 عدد تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری ماست، کمی زعفرون دم کرده، کمی نمک، 1 قاشق غذاخوری گلاب بریزین و مخلوط کنید. برنج زنده تر رو بهشون اضافه و با 1 قاشق روغن مواد رو یک دست کنید. کف قابلمه نچسب مقداری روغن بریزین و مواد تهچین رو کف قابلمه صاف کنین. روی مواد به ترتیب گوشت، کشمش شسته شده، مقداری زرشک، برنج و عدس، مقداری دارچین بپاشید. این ترتیب رو تا تمام شدن مواد ادامه بدید. برنج ها رو با کمی کره به مدت 1 ساعت دم کنید. برای تزیین مقداری از برنج دم کشیده رو جدا کنین، با زعفرون و زرشک مخلوط کنین. کمی کشمش رو هم با کره تفت بدین. برنج رو برگردونین، با برنج زعفرونی، گوشت چرخ کرده و کشمش تزیین کنین. میتونین کمی هم پیاز سرخ شده روی تهچین بذارین. با مخلفات دلخواه سرو کنید. نوش جان.